سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم یه نگاهی به درون این دفتر من بندازیم که نزدیک 1 سال میشه که ازش دارم استفاده میکنم. اکتبر پارسال شروع کردم توش به نقاشی کشیدن و الانم تقریبا 1 سالی میشه که طول کشیده که این دفتر رو تموم بکنم. روشم از این استیکرایی که از شقایق گرفتم که از آرتیستای مورد علاقمه چسبوندم. این استیکرها رو همین الان چسبوندم چون که قبلا نداشتمش. موضوع دومش داج بود فکر میکنم و من یاد اون طول فتوشاپ افتادم که یه خورده میسوزونه انگار پیکسلا رو و توی بخشایی که سایه میافتاد سعی کردم یه همچین افکتی درست بکنم. یه موضوع دیگه‌ش هم اسپایدر بود، موضوع هم پت بود، راه. البته اینجا هم یه سری تمرین و مطالعه از آرتیستای دیگه داشتم. تمرین اغراق آمیزی یا اغراق کردن بود که انجام دادم و اینو با آبرنگم اجرا کردم. تصویرش رو میذارم روی صفحه. اینم یه مطالعه است که باز از یه آرتیستی انجام داده بودم. باز یه تمرین دیگه اغراق کردم بود که این رو هم که با آبرنگ سعی کردم اونم بکشم. سعی کردم که یه تضاد خیلی زیادی درست بکنم با بک‌گراند و نورپردازی خود تصویرها انقدر تضاد نداشتش با بک‌گراند. این یه مطالعه است از کاری که از آرتیستای مورد علاقه‌ام بلوبردی انجام دادم. اینم یکی دیگه از روزهای اکتبر ولی یادم نمیاد دقیقاً چه روزی بود. موضوعش سلستیال بود و صفحه کناری هم یه تمرین با اینک. توی این صفحه هم باز 2 تا تمرین اغراق کردن انجام دادم. این هم 2 روز دیگه از اکتبره که اسمشون رو یادم نمیاد. این جوهر دقیقاً لحظه آخر ریخت روش. یه مطالعه این که از یکی از آرتیسته که کارش خیلی خفنه. این صفحه هم باز مطالعه از کار شقایقه. این صفحه رو هیچ وقت کامل نکردم، برای همین چیزی نداره که بخوام نشونتون بدم. این هم باز یه مطالعه استایلایز دیگه است که با آبرنگ هم اینو سعی کردم که رنگ‌آمیزی بکنم. توی این تصویر سعی کردم که فرمو نشون بدم بدون اینکه تغییر کنتراست خیلی شدیدی توی تصویر داشته باشیم و این تصویرم هیچ وقت کاملش نکردم چون احساس کردم اون شکلی که من دوست دارم نمیشه. این صفحه کاراکترهای هری پاتر یعنی بازیگرای فیلم هری پاتر رو خواستم استایلایز بکنم و اینجا اولین جایی بود که صورت کسایی که سنشون تقریبا کمتره میخواستم استایلایزشون بکنم و یه خورده واسم چالش برانگیز بود اون موقع که چجوری میخوام با تغییر دادن تناسبات صورت اینو برسونم هنوز که اینا سنشون کمه، سنشون خیلی زیاد نیست. برای این دیگه هدفم این نبودش که تناسبات رو تغییر بدم. هدفم داشتن بیشترین شباهت به رفرنس بود و فقط هم میخواستم هچ بزنم.
تا تمرین دیگه است. اینم همینطور، فقط میخواستم بیشترین شباهت به رفرنس رو داشته باشم. برای این تصویرم باز میخواستم بیشترین شباهت به رفرنس رو داشته باشم، ولی فرقش با قبلی ها این هستش که توی این شکلی که هک زدم و شکلی که کار رو رندر کردم یه شیوهی بود که میخواستم برای خودم باشه. یعنی هر کس داریم میبینیم که تقریبا یه شیوهی برای مخصوص به خودشو داره واسه هک زدن. این بود که بهش رسیدم. این صفحه هم همینطور، این اغراق شده همینه تقریبا که خیلی شباهت نداره به اون رفرنسی که داشتم. صرفا از این تغییر خطوط کناری صورتش رو اغراق دادم بهش و یه سری شباهت ها توی لبا وجود داره. اینم باز یه تمرین دیگه است که انجام دادم. تصویر رفرنس رو هم اینجا میذارم براتون که اگر کسی تا اینجا ببینه. اینم یه تمرین دیگه است. آموزش اینو توی صفحه میتونید ببینید و احتمالاً میذارم براتون لینکشو. از هر کدوم از اجزای صورت شروع کردم، چشم، بینی، لب و گوش، و در نهایت هم به سر رسیدم که این تمرینه که اینجا دارید میبینید، این تمرینا کشیدن چشم از زاویه‌های مختلفه. این صفحه برای لبه، صفحه برای بینیه و اینم یه کاراکتر دیگه است که زیاد مرتبط با موضوع الان نیستش که خیلی اینو کشیدم و خیلی هم دوستش دارم. البته این صفحه هم مربوط به لبا هست. اینم مطالعه چشمه که فرم چشم در واقع با خطوط کانتور این پایین مشخص کردم. صفحه کناری باز برای چشم هستش. من این صفحه ها رو هم باز به ترتیب نکشیدم، یعنی صفحه های قبلی شاید تقریبا ترتیبی داشت ولی اینا زیاد ترتیب خیلی منظمی نداشتن. اینم کامل نکردم، میخواستم برای بینی باشه که دیدم زیاد نیازی نیستش. اینم میخواستم تقریبا پورتری خودم باشه که کاملش نکردم. اینم یه میخواستم موی سرم مطالعه بکنم. اول رو کاغذ مطالعهش کردم و بعد با کامپیوتر قلم نوری دیجیتالی مطالعهش کردم. اینم باز یه مطالعه دیگه از موی که زیاد موفقیت آمیز نبود و من راضی نبودم ازش. اینم باز بینی هستش، از رو به رو، نیمرخت که تقریبا نیمرخت 3/4 و از پایین. خیلی ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم که دوستش داشته باشین و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.